باغ کلهو 2 تا ورودی داره و کنارش یه رودخونه هست و تخت گذاشتن، میتونین بشینید، امکاناتش هم تقریبا خوبه. آب و هواش عالیه. الان بهاره، نوروز 404 هست و سرسبزیش هم عالیه. اگه بخوام از طبیعت اینجا بهتون بگم واقعا ارزش دیدن داره. مهمان کردا که باشی همیشه کبابت به راهه. بفرمایید. باغ کلهر اومده فضاهای جداگانه واسه خانواده ها درست کرده و اگه که میخواین بیاین اینجا میتونین خیلی راحت بیاین و حالا مثل آلاچی یا کمپره و هر خانواده جداگانه داخل اینجا بمونن. اینجا حالا منقل گذاشتن، هر کسی بخواد میتونه استفاده بکنه. سرویس بهداشتی هم دارن، رو فرشی اینجور چیزا هم هست. خیلی راحت میتونید بیاین اینجا. ماشینم تا پایین میاد. جاهایی که میتونید توی گیلان غرب ببینید گلینه که به نظرم واقعا ارزش دیدن داره. خیلی قشنگه. این قسمت پایین اکثرا باغ مردم هست و حالا انار، گوجه سبز، گردو، سیب، هلو، زردآلو، آلو سبز. آره میوه‌های این مدلی گذاشتن ولی خوش به حالشون، باغشون آباد. انتهای این مسیر یه سدیه و آب اینجا خیلی زلاله. الان هم یه عالمه ماهیای کوچیک داره ولی یکم ماهیا بزرگتر بشه میان اینجا برای ماهی. یکی از جاهای قشنگ گیلان غرب سد زاگرسه. از تفریحات قشنگی که اینجا دارن ماهیگیریه. اینم ماهی کپوره. چرا دوباره انداختینش تو آب؟ دیگه زنده نگه دار. با شب که خواستن بزنن شب. آره تازه دیگه. آقا رضا بازتان چونه؟ یا دایاتون بازتان چونه باید کفش سو خورد؟ نه من اگه خودم باید سوارشم وایسه نگاه کنه هل بده. باليوم ورد خالي قلبي آلد باليوم ليبي طري بسورة ود باليوم ورد خالي قلبي آلد باليوم أي كسر دبر يشان وقشيوم روجينم اليوم بنيت السر اليوم باليوم ولا باليوم. این لباسی که تن منه پوشش زنان ایل کلخور گیلان غربه.
قولي ترشو شيرين بليوة شاني فرشي لي جبينة بليوة بقى ما صوبينا وخرشينا بليوة كزوي آوي شير بشينا بليوة بليوة ولا بليوة نبي طريق بسورة ولا بليوة وردك خالي قلبي آلد بليوة أي كسر دبري عشانو كشيوة كشينا بيديو بني تسر ليوة بليوة ولا بليوة أنا بليوة اسم این گیاه پاقازیه. البته تو زبون محلیتون درسته؟ پاقازی. توی سوپ و چیز اینجوری میریزن میخورن یا بورانش میکنن. بوی خیلی خوبی هم داره. اسم این گیاه هم به زبون محلیشون چیالک هست. اینم یا ساقش رو خام میخورن یا هم گفتیم برگاش رو چیکار میکنی؟ آها فقط ساقش رو بورانی میکنن. ساقش خام خوردم خوشمزه. خب این چیه؟ اینم اسمش چوبازه. این شکلیه گیاه هست. از ساقه میچینن. ساقش خوردنیه. میگن خیلی خوشمزه است. الان تا میکنم بهتون میگم. تمیزه ها. در راه فیلم گرفتن برای شما افتاد متاسفانه. مجبورم بدم و به یاد بخورم. دیگه گول شما رو نمیخوام با احتیاط. خوشمزه است. مزه ساقه کاهو میده. اسمش چی بود؟ چلک. اینجا منطقه گردشگری نوداره که معمولا میشه از خود گیلان غرب یا حالا روستاهای اطراف مردم میاد چادر میزنن اینجا معمولا چادر میزنن. حالا یه سری ویدیو هم براتون گذاشتم. چادر رو خالی کردن که ما راحت باشیم، اذیت نشیم. از مهمون نوازیشون هر چی بگم کم گفتم. Allah